جشن مهرگان یکی از بزرگترین جشن‌ها بعد از نوروز، اما متاسفانه فراموش شده. من از شما میخوام و دعوت میکنم که انرژی مهر و ایزد مهر رو دوباره به قلب‌هاتون و به خانه‌هاتون برگردونید. این جشن آیین شکرگزاری برگزار میشده، آیین مهر و دوستی، و مردم از ایزد مهر میخواستن که دوستی رو بینشون برقرار کنن. کشتان روشن میکردند و آب و گلاب و آینه در سر سفرهشون میذاشتن. انواع میوه‌جات خشک مثل انجیر، زالزالک، ازگیر، بادام، پسته رو بر سر سفره‌هاشون میذاشتن و از ایزد مهر میخواستن که نور و برکت رو وارد زندگیشون کنه. یکی از اسطوره‌های این جشن بزرگ فریدونه که با کمک کاوه آهنگر ضحاک ماردوش رو به بند میکشه در دماوند و بر تاریکی پیروز میشه و نور رو بر سرزمین آریایی‌ها دعوت میکنه. میخوام به همراهی شما آیین پاکسازی جشن مهرگان رو بهتون آموزش بدم، پس حتما کانال منو سابسکرایب کن، اون زنگوله بالا رو بزن و بیا پست بعدی تا آیین پاکسازی و ریچوالش رو بهت یاد بدم.